ویدیوی یوتیوب من خیلی خوش اومدیم. این ویدیو قرار بوده مثلا 4 سال پیش ضبط بشه، ولی الان داره ضبط میشه به خاطر اینکه من اولین ویدیو یوتیوبمو 4 سال پیش یا 3 سال پیش، تقریبا 4 سال پیش گذاشتم. و اون زمان من یه اتاق تقریبا 6 متری داشتم دیگه. اون ویدیو که گذاشتم نور اتاقم خیلی کم بود، کلا پنجره نداشت اتاقم. خب تصمیم گرفتم که خب اوکی، من زمانی که خونه خودمو گرفتم کمالگراام، خب و اینجوری بودم که من اول خونه خودمو که گرفتم نور زیاد که داشت بعد شروع میکنم. و الان از اون موقع 4 سال گذشته، میگم کاش شروع میکردم، ولی حالا که شروع نکردم قرار این اولین قدمش باشه. خیلیا همیشه میگفتن که خب چرا ویدیو نمیذاری داخل اینستاگرامم و اینا، و من میگفتم که الان کار دارم. خب واقعا کار داشتم. توی این مدت من سعی کردم تیم سازی کنم، تیم خودم رو قوی تر کنم که بتونم وقت آزادتری داشته باشم بیام توی یوتیوب فعالیت کنم. این که نمی اومدم داخل یوتیوب فعالیت کنم یه بخشش این بود که خب من همش صبح تا شب میرفتم دفتر کارم، برمیگشتم و میرفتم آکادمی، با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، جلسه می‌ذاشتیم، یه سری از حالا پروژه‌ای که داشتیم و هندل می‌کردیم. در کنارش اینستاگرامم هم بود. الان تقریبا یه هفته میشه من از شمال کوچ کردم اینجا و این مهاجرته میشه گفتش مهاجرت دومین باره که من دارم این کار انجام میدم. از یه شهر به یه شهر دیگه دارم میرم. این دفعه خیلی برام سخت‌تر بود چون من شمال خیلی دوست دارم. حالا بهتون میگم چرا از شمال اومدم اینجا. اومدم تقریبا 2 هفته پیش، این خونه رو دیدم، این چند تا خونه دیدم، این خونه رو انتخاب کردم. فکرشو نمی‌کردم بتونم اینجا با همچین ویوی، همچین شرایط و همچین امکاناتی خونه بگیرم، ولی خب خدا رو شکر تونستم. یکم سخت بود این فرآیند چون من بعد از یه شهر دیگه مثلا 6 ساعت 7 ساعت فاصله است تا اینجا و وسایل رو جمع می‌کردم، با باروری هماهنگ می‌کردم، با این اون سر کله زدن خیلی انرژی ازم می‌برد و اینا. خیلی دوست داشتم این مسیر رو کلا واسهتون ویدیو بگیرم. من روزانه شاید با 20 تا آدم مختلف داشتم تماس می‌گرفتم که مثلا کارم اوکی بشه و این کار بزرگونه خیلی از من انرژی میبره. مثلا اینکه سفتهاتو برو بگیر، قراردادتو بنویس، قولنامه‌تو بگیر، فلان، کلیدو بگیر، کلیدو بده، پول واریز کن، پول بگیر، رسید بفرست. خیلی اینا کار سختیه برای من، ولی خب اینا رو انجام دادم. استرسی که داشتم نمیتونستم دوربین دستم بگیرم. من روزی که اومدم اینجا 2 هفته پیش بود که عکس و فیلم میگرفتم از خونه‌ای که میرفتم میدیدم و دوباره زمانی که گوشیمو باز کردم یه عکس گرفتم، نگاه که کردم دیدم عکس قبلی که گرفتم مال 2 هفته پیش بوده. یعنی من اولا 2 هفته هیچ گوشی دستم نگرفتم، انقدر میگم که سرم شروع بود و استرس داشتم. وسایل دیگه اینجا الان به هم ریخته است، کلا هیچی از این ور نمیگیرم. اینجا رو نگاه نکنین که خوشگله، اینجا رو همین الان چیدم گفتم که بقیه خونه آماده بشه بعد دوستتون ویدیو بگیرم. ولی توی این 2-3 روزی که اینجا بودم یه سری خرید کردم، الان میخوام برام اونا رو آنباکس کنم، بذارم سر جاش، خونه رو یه مقدار مرتب کنم، برم از ادامه خریدا رو انجام بدم. خیلی خوشحالم و بابتش از خدا سپاسگزارم چون که نتیجه همه تلاش هامو دیدم توی این اتفاق و خیلی منو بزرگم کرد. بریم که این وسایل رو اوکی کنیم چون من تختمو سفارش دادم، آینه و اینجور چیزا سفارش دادم واسه اتاقم و تا چند روز دیگه میرسه، فکر کنم 6-7 روز دیگه میرسه. این گلم هم که گل نیست، یادش میگم درخت، اسمش سوگله. حالا اینم معرفی میکنم بهتون. بریم که خونه رو آماده کنیم. این خریده دیشبمه، 13 میلیون شد، 20 تا چیز.
میخوام اسمگرام آنباکس کنم. باز نمیشه. پروژه با شکست روبرو شد. با قیچی بازش میکنیم. من موقعی که میخواستم اینا رو سفارش بدم دچار یه دوگانگی شده بودم که آیا سوشال میدیا داره تاثیر میذاره رو من که من دارم اسمک اونم رنگ کرمش رو سفارش میدم یا خودم دوست دارم. بعد به این نتیجه رسیدم که خب من خودم دوست دارم، به خاطر اینکه من از بچگی توی خانواده ایرانی بزرگ شدیم همون دیگه. بعد خونه هم که دیدین چقدر شلوغه. همین موضوع باعث شده بود که من بیشتر دوست داشته باشم همه چیز ساده و ملو و آروم و اینا باشه. با اینکه چیزای رنگی رنگی رو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی اینکه رنگای نود و اینا خیلی آرامش بیشتری داره و دیگه ترجیحم این بود که واسه خونه این کار رو انجام بدم. این کاربردش خیلی زیاده. از اونجایی که من همیشه نون پروتئینی میخورم خیلی خیسه، بافت مزخرفی داره و این خیلی کمک کننده. همیشه خریداتون رو هوشمندانه انجام بدین و به کاربردش توجه کنید. چقدر نازه آخه. به صبح از خواب بیدار میشیم، نون توستار میذاریم اینجا، اینو میدیم پایین، اینو اینجا میپیچونیم. خب بعد یهو میگه بعد نونات میاد بالا، اینجا آب جوش میریزید، قهوه درست میکنید. خیلی خوبه. کار کنید، پول در بیارید دوستان. هر چی دوست داشتین بخرید. کلام آخر.